با گذشت چند روز از آشوب خونین روز 23 آگوست سال 2024 در محبس رقم 19 در شهر سوروفکن ولایت ولگراد روسیه درباره شخصیت اشتراکچیان این آشوب تا حال معلومات مختلف و گاه و زد و نقیض به دست می رسد. قبلا گفته می شد که این آشوب را 4 محبوس، 2 زاده ازبکستان رمزالدین توشی و تیمور حسینوف و 2 زاده تاجیکستان نظیرجان توشی و نوروز رستمجان انجام دادند. به غیر از حسینوف که برای آدمکشی از بی‌احتیاطی زندانی شده بود، اون 3 نفر دیگری ذکر شده با جرم قاچاق مواد مخدر هدای حکم کردند. اما مادر تیمور حسینوف روز 26 آگوست به ژورنالیستان گفت در ویدیوهای نشر شده در بین محبوسان آشوبگر پسر او نبود. پسر من آنجا نیست، میفهمید آنهایی که این کار را کردند تماما آدمان دیگرند. پسر من در بین آنها نیست، او در همین زندان بود، ولی در بین آنهایی که آدمان را کشتند و ریزه کردند او نبود، ولی نامش در روی خط است. من میخواهم بدونم که پسر من کجا است، چی حال دارد، گفته است این زن به خبرگزاری ریا نووستی. مادر حسینوف گفته است پسرش بعد 2 ماه باید آزاد میشد و از این رو به چنین کار گناه دست نمیزند. او از آن شکایت کرده است که وی را به محبس رقم 19 را نمیدهند تا در کجا بودن پسرش را بفهمد یا معلومات بگیرد. شام 25 آگوست تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک بازا با تکیه به منبع‌هایش خبر داد که رمزالدین توشی و تیمور حسینوف در آشوب روز جمعه در محبس رقم 19 اشتراک نداشتند و نامشان اشتباهاً در روی خط آشوبگران افتاده است. بنا به اطلاع بازا شخصیت محبوسان آشوبگر را بعد از بین بردن آنها معاین کردند و معلوم شده است که بجز از نوروز رستمجان و نظیرجان توشف در این آشوب شاه عبدالکریم خان کریموف و شاه جهان سیفیف اشتراک کردند. سیفیف سال 2022 و کریموف سال 2019 با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به زندان شدند. بنا به اطلاع دریافته شاه عبدالکریم خان کریموف از تاجیکستان بوده است، ولی از کجا بودن شاه جهان سیفیف هنوز روشن نیست. تلگرام کانال نیز به نیروهای قدرتی روسیه مش هنوز روز 24 آگوست شاه عبدالکریم خان کریموف را سرکرده آشوب محبوسان در محبس رقم 19 نامید و خبر داد که مفتشان حالا میخواهند برادر او را بازپرسی کنند. فراجان کریموف نیز سال 2016 همراه برادرش شاه عبدالکریم خان دستگیر و محکوم به زندان شده بود، ولی آنها این همه سال در محبس‌های علیحده ادای حکم کردند. بنا به اطلاع مش کریموف هر دو از یک دهه در تاجیکستان بوده، یکی از آنها 2 فرزند دارد، ولی خویش و تبارشان تقریبا 2 سال باز از آنها خبر نگرفتند. کریموف همراه 6 نفر دیگر با شمول 1 دختر از مسکو سال 2016 در ولایت ولگراد با مواد مخدر به دست افتادند. آنها اعتراف کردند که در شهر ولسک 2 زاکلاتکا و در ولگراد 10 زاکلاتکا کردند. شاه عبدالکریم خان آن وقت هنگام گفت 200 بسته مواد مخدر پیدا کردند. اعضای این نرکبند در نهایت به مهلت از 3 تا 10 سال زندان محکوم به زندان شد. گفته می شود کریموف چندان روسی را خوب نمیدونستند و در جریان بازپرسی با کمک ترجمان بیانات میدادند. مش می نویسد که شاه عبدالکریم خان سرکرده آشوبگران در محبس رقم 19 بود، نه نظیرجان توشف. از کریموف ویدیو و عکس می گرفت، با نمایندگان مقامات مذاکرات می کرد و عملهای آشوبگران را هماهنگ می ساخت. اشتراک زادگان تاجیکستان در آشوب پرقربانی در محبس روسیه خانواده ها و حکومت تاجیکستان را سخت نگران کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علاقه شام 23 آگوست درباره صحبت تلفنی وزیر داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده با همتای روسش ولادیمیر کلاکولتسف وابسته به حادثه گروگانگیری در مؤسسه اصلاحی نظامش سنگین شهر سوروفکن خبر داد. در اطلاع رسمی گفته می شود که صحبت تلفنی رحیمزاده با همتای روسش با دستور سپارش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان صورت گرفته است.